بود رستوران شالی، رستورانی با سالنی پرنور و با ظرفیت قابل قبول. منو شامل مجموعه‌ای کاملی از کباب‌ها و خورشت و 2 سینی ترکیبی غذا بود. قبل از تمام سفارش‌ها زیتون پرورده اومد روی میز. زیتون پرورده‌ای پر از طعم جوشاق تازه که شبیهش رو توی کمتر رستورانی خوردم. غذاهای اصلی اما در زمانی بیشتر از حد معمول حاضر شدن. سینی سرآشپز جذاب و دلربا که غذایی 3-4 نفره بود، چلو ماهیچه لذیذ که برای 2 نفر کافی به نظر می اومد و این ورق بادمجون که چون اولین بار بود توی منوی رستوران می دیدم با ذوق سفارشش دادم. اما بریم سراغ شاهکار این میز، یعنی سینی سرآشپز با دورچینی بسیار کامل و 5 مدل از مطرح ترین کباب ها. کباب ترش پوک با طعم‌سازی خیلی خوب، چنجه لذیذ بیات و کاردی شده، جوجه پرزعفران با برش های بزرگ، جوجه ترش فوق لذیذ با طعم‌سازی